این پسر 14 ساله شورت یک پیرزن 91 ساله رو از پاش در آورده، تا سرحد مرگ کتکش زده و بعد به زور بهش تجاوز کرده. یک پرونده واقعی و شوکه کننده برای اداره تحقیقات پلیس که ما قصد داریم از جنبه جرم شناسی و روانکاوی زیر ذره‌بین ببریمش تا بتونیم ابعاد پنهانی ذهن این متهم رو بهتر درک کنیم. پسر نوجوانی که خودش داره با مادر بزرگش زندگی میکنه چرا باید به مادر بزرگ یه نفر دیگه تعرض کنه؟ آیا شاهد رابطه جنسی والدینش بوده؟ آیا میل جنسی نسبت به مادر بزرگ خودش داشته و به همین دلیل به سمت یک پیرزن دیگه رفته؟ یا خشمی نسبت به روزگار و زندگی داشته که روی یک پیرزن دیگه خالی کرده؟ That night, so when I showed you that video of you walking, so that would have been late Saturday night. Yes. Do you remember everything that you did that night? قبل از اینکه به جواب سوالاتمون برسیم لازمه درباره جزئیات این پرونده بیشتر بدونیم. پیرزن در توضیحات خودش گفته من توی خونه خوابیده بودم و یهو متوجه شدم که یک سایه به من نزدیک میشه. بعد یهو کتک خوردم، سعی کردم مقاومت بکنم اما نتونستم، ولی این رو فهمیدم که طرف انگار یه جوون اسپانیایی تبار بوده، چون که هی مدام به من میگفت خفه شو خفه شو و خفه شو. من دلیل این همه خشم رو متوجه نشدم. با انگشتای خودش به هم تعرض کرد و سعی کرد همزمانی که انگشتاش در من فرو کرده بود خودارضایی بکنه. پیرزن میگه این روند بین 15 تا 20 دقیقه طول کشید و بعد پسر غیبش زد. Okay, gotcha. So what was the last time, like before then, when you had seen her, or I guess talked with her, like kind of like you did that day? The last time I'd seen her before that was probably about. شواهد پلیس حرفای پیرزن رو تایید میکنه. تخت خواب خونی، بدن آسیب دیده و مهمترین سرنخ یعنی همون شورت پیرزن. روی این شورت دی ان ای مظنون قرار گرفته. وقتی از متهم اصلی پرونده یعنی همین پسری که میبینید تست گرفتن، دی ان ای که روی شورت بود با دی ان ای این پسر کاملا مطابقت داشت و دیگه شکی باقی نموند که این متهم مظنون اصلی پرونده است. منتها کار به همین سادگی ها هم نبود. بازجویی جنایی از متهمی که زیر سن قانونیه کار سختیه. هم یک سری اصول و دستورالعمل‌های خاص داره و هم درک روان متهم و ذهن یک متهم جوان کار سختیه. جرم شناسا میگن فهمیدن انگیزه های یک متهم بالغ به مراتب ساده تر از درک کردن یک متهم کودک است. اول متهم رو در اتاق بازجویی معمولی قرار میدن، جایی که ترسناکتر، بسته تر و محدود تره. بعد از مدتی میارنش به یک اتاق بزرگتر، رنگیتر و شادتر. دلیل این کار اینه که متهم در ناخودآگاهش با عواقب همکاری نکردن آشنا بشه. از طرفی سنش هم کمه و بهتره که در کنار والدینش ازش بازجویی کنن. پتویی که روی متهمه در تصویر خیلی خودنمایی میکنه. اگه دقت کنید هیچ کس توی این اتاق لباس گرم نپوشیده، ولی این متهم داره میلرزه و احساس سرما میکنه. بازجوها هم به جای اینکه وسایل سرمایشی رو خاموش کنن بهش پتو میدن، یک پوشش دفاعی نازک برای گرم شدن. یا دروغ میگی و میلرزی یا شجاعت صداقت رو داری و پتو رو کنار میزنی. جمع‌آوری و حفظ شواهد توی این پرونده خیلی مهم و حساسه. کاراگاه مرد و متهم ما یعنی جسی استون 14 ساله درباره دیدن پورن حرف میزنن و جسی خیلی راحت و آزاد درباره فیلم هایی که میبینه صحبت میکنه. بازجو میپرسه که چند سالت بود که برای اولین بار شروع کردی و فیلم های پورنوگرافی دیدی؟ جسی میگه دوستان وقتی 10 سالم بود بهم نشون دادن. و بازجو میپرسه که معمولا چند وقت یه بار به این فیلم ها نگاه میکنی؟
جسی جواب میده که احتمالاً هفته‌ای 2 بار رو ببینم حداقل. ازش میپرسن که معمولاً از چه سایتی استفاده میکنی و جواب میده که من فیلم ها رو توی سایت XNXX که یه سایت معروفی هستش نگاه میکنم. اتاق بازجویی مثل یک صحنه تئاتره، جایی که هر کلمه، هر نگاه، هر حرکت میتونه یک سرنخ تازه باشه. جسی داره از سرما مچاله میشه، دستاش رو توی هم قفل کرده، شونه‌هاش خمیده است، مدام با صورتش بازی میکنه، با موهاش بازی میکنه و چشماش رو از نگاه کردن به بازجوها فراری میده. اینا همه نشونه‌های کلاسیک استرابه، همون چیزی که فروید بهش میگفت مکانیزم دفاعی انکار. جسی داره خودش رو از واقعیت جدا میکنه تا بهش فکر نکنه. کارگاه رایان با لحن پدرانه ازش میپرسه میدونی که فرق حقیقت و دروغ چی هستش؟ جسی هم توضیح میده که حقیقت یعنی چیزی که واقعا اتفاق افتاده و دروغ چیزی هستش که ساخته ذهن ماست. این یک جواب ساده است، اما پشتش یک دنیا تعارض درباره جسی نهفته است. از نظر روانکاوی جسی توی این لحظه داره با ایگوی خودش میجنگه. بخشی از ذهنش میخواد که بیگناه خودش رو جلوه بده، اما نهادش همون امیال خام و سرکوب شده داره زیر پوستش فریاد میزنه. یک جواب ساده اما پر از حرف و پر از معنا برای کارگاه. بازجوها از تکنیک‌های جرم شناسی خیلی استفاده میکنن. اولین چیزی که درباره جسی سراغش میرن تکنیک رید هست. جسی رو خیلی راحت میکنن اولش، بهش میگن که اشتباه کردن توی سن و سال تو کاملا طبیعیه، لازم نیست بترسی، یک اتفاق طبیعی رخ داده. بعد یهو فشار شدیدی بهش وارد میکنن و میگن DNA تو روی شورت اون پیرزن بوده و ما همه چیز رو میدونیم، اما میخوایم که از زبون خودت هم بشنویم، میخوایم تو برامون روایت بکنی. دقیقاً همون چیزی که در پرونده قبلی که در همین کانال بررسی کردیم هم اتفاق افتاد. یک الگوی تکراری در رفتار بازجوها، استفاده از مدلی که میگه تو بیا برای ما روایت کن. این تغییر ناگهانی لحن در روانشناسی به اسم شوک شناختی معروفه، برای اینکه متهم غافلگیر میشه و یک مرتبه دفاعش فرو میریزه. جسی شوکه میشه، صداش میلرزه و میگه این غیر ممکنه، DNA من اونجا نبوده. این انکار اولیه است، اما تناقض توی حرفاش بیداد میکنه. اول میگه که توی خونه قربانی نبودم، اصلا اونجا نرفتم، نمیشناختمش، نبودم. بعد میگه که فقط توی ایوون اون خونه باهاش صحبت کردم و داخل نرفتم. این تناقضات اولیه نشون دهنده شروع روندیه که بهش حافظه گزینشی میگن. یعنی از یک جایی به بعد متهم یا خودآگاه یا به صورت ناخودآگاه حافظش گزینشی میشه و گزینشی عمل میکنه. یک سری از حقایق رو میگه، یک سری از حقایق رو نمیگه، یک سری از چیزها رو یادش میاد و یک سری از چیزها رو به صورت گزینشی حذف میکنه از حافظه خودش. انگار که ذهنش داره اون اتفاقی که رخ داده رو دوباره بازسازی میکنه تا خودش رو تبرئه بکنه. مهمترین جایی که یک متهم میتونه ازش تبرئه بشه و رهایی پیدا بکنه در اتاق بازجویی نیست، توی ذهن خودش هست. اول باید بتونه توی ذهن خودش رو خلاص بکنه، بعد اون وقت اگه این کار رو به درستی انجام داد میتونه از دست بازجوها هم فرار بکنه. جسی استون یه پسر 14 ساله است، اما ذهنش توی این لحظه‌ای که ما داریم میبینیم از میدون جنگ هم شلوغ‌تره. از نظر جرمشناسی بالینی رفتارش نشونه‌هایی از اختلال شخصیت ضد اجتماعی رو نشون نمیده، ولی چون هنوز برای تشخیص این اختلال خیلی زود هست، ما باید ادامه بدیم و بریم جلوتر تا ببینیم متهم چرا به اینجا کشیده شده. الگوهای رفتاریش مثل دروغ‌های مکرری که میگه و حتی انقدر این دروغ‌ها زیاد هستن که مادر بزرگ خودش که در این جلسه حضور داره
بهش اشاره میکنه نشون دهنده کمبود کنترل تکانه و خودآگاهی ضعیف هستش. نمیتونه دیگه از یه جایی به بعد خیلی خوب جلسه بازجویی رو مدیریت بکنه. آدم‌ها یه سایه دارن، بخشی از خودشون که نمیخواد واقعیت‌ها رو قبول بکنه. سایه جسی شاید همون امیال جنسی سرکوب شده است که از 10 سالگی با دیدن اولین فیلم‌های پورنوگرافی شروع شده. وقتی میگه از 10 سالگی هفته‌ای 2 بار پورنوگرافی تماشا کرده، انگار داره یه بخشی از ناخودآگاهش رو لو میده. این امیال که احتمالاً با احساس گناه و شرم قطعی همراه هستن، میتونه به رفتارهایی پر از خشونت یا غیر قابل کنترل منجر بشه. مادر بزرگش توضیح میده که جسی قبلا دروغ زیاد میگفته، حتی الان هم داره دروغ خیلی زیاد میگه. به خاطر همین دروغ‌ها هم بارها تنبیه شده. این نشون میده جسی یه الگوی رفتاری تکراری داره. وقتی گیر میفته، وقتی گند میزنه به همه چیز، شروع میکنه به انکار کردن، دروغ گفتن، روایت سازی کردن و با مجموع همه کارها و شلوغ بازی‌هایی که انجام میده در نهایت خودش رو خلاص میکنه. اما این بار قضیه کاملا متفاوته. وقتی کاراگاه ازش میپرسه چرا شب دیر وقت بیرون بودی، میگه که من آدم بیرونگردی هستم، شبا خیلی وقتا بیرونم، چیز عجیبی نیست، من خیلی وقتا شبا رفتم بیرون، گشتم، دور زدم و این یه اتفاق نرمال مثلا توی زندگی من. این یه عقلانی سازی برای توجیه یه رفتار غیر منطقیه. بیرون بودن از خونه توی اون وقت شب برای نوجوان غیر منطقیه، اما داره توجیهش میکنه. مادر بزرگش اینجا دخالت میکنه و میگه تو از اونایی هستی که قبل از تاریک شدن هوا همیشه توی خونه‌ای و جلوی تلویزیون لم دادی. این تضاد نشون دهنده یه شکاف بین تصویر ذهنی جسی از خودش که به عنوان یه پسر ماجراجو توی ذهنش خودش رو تلقی میکنه و یک واقعیتی که داره مادر بزرگش توی صورتش میزنه. جسی در ذهنش یه پسر فعالی هستش که حتی شبا هم میتونه آزادانه بره بیرون، کاملا مستقل، استقلال شخصیتی داره، اما در واقعیت اینطور نیست. جسی یک بچه ترسویی هستش که شبا توی خونه هست همیشه و اتفاقا برای همین ترسش هم هست که به سراغ اون پیرزن میره. جلوتر به این قضیه میرسیم. اینجا بازجوها حواسشون هم هست که اطرافیان جسی به طور غیر محسوس تلاش نکنن که اون رو بیگناه جلوه بدن، بگن که این بچه خوبیه، شبا میاد خونه و این داستانها. حواسشون به این بخش ماجرا هم هست. از نظر روانکاوی جسی احتمالاً با یک تعارض درونی داره دست و پنجه نرم میکنه. میل شدید به دیده شدن، تایید گرفتن، نترسیدن و اینکه هیچ کس نتونه اون رو طردش بکنه. چرا روی طرد شدن تاکید میکنیم؟ چون که جسی الان داره با مادر بزرگش زندگی میکنه. پس والدینش کجان؟ این یه نکته مهم داستانه. وقتی کاراگاه ازش تعریف میکنه میگه که تو آدم خوبی هستی، عقلت سر جاشه، بچه خوبی هستی، همیشه توی مدرسه رفتار خوبی داشتی. اینها انگار دارن اون بخشی از جسی که نیاز داره مدام تایید بشه رو بهش دامن میزنن. یه ترفندی توی بازجویی که اون رو تایید میکنن، کار خوبی کردی، کار درستی کردی. حتی در کیس های ایرانی که ویدیوهاش رو در واقع دیدیم همین رفتار بوده. مثلا وقتی که قاتل الهه حسین نژاد رو گرفته بودن، اون دختری که توی تاکسی سوار شده بود و به قتل رسیده بود، اونجا بازجوها برای این که اون متهم رو قانع بکنن که در واقع بیاد جای جنازه رو بگه، از این ترفند استفاده کردن. بهش گفتن تو کار خوبی کردی، حق داشتی اون رو کشتی، اون رفتار بدی داشته. و این کار رو که میکنن متهم یه مقداری از نظر روانی فرو میریزه، چون که انتظار داره طبیعتا همه بیان در مقابلش گارد بگیرن، اما حالا یه نفر داره میگه تو اتفاقا کار درستی کردی. همون تایید ذهنی که این آدم دنبالشه و باعث شد که در واقع بره و جای اون قربانی رو نشون بده. اینجا هم بازجو داره دقیقاً از همین ترفند استفاده میکنه، تاییدش میکنه کار درستی کردی و این یک ترفند روانشناختیه تا گارد جسی رو بیاره پایین. اما جسی همچنان داره مقاومت میکنه، چون اون بخش سوپر ایگو داره بهش میگه که اگه اعتراف کنی
زندگیت برای همیشه تموم شده است. جسی از چند تا مکانیزم دفاعی استفاده میکنه تا توی این موقعیت دووم بیاره. اولین و مهمترین نکته همون انکار کردنه. میگه که دی ان ای من اونجا نبوده، شما دارید دروغ میگید. این رو کاملا رد میکنه و یک سپر روانی برای خودش ایجاد میکنه. نمیدونم. دومین موضوع عقلانی سازیه. ادعا میکنه که شب بیرون بوده، خوابش نبرده، ماجرا رو منطقی جلوه میده. این جلوه دادن منطقی یک مقداری حس خوبی هم بهش میده. بعد میره سراغ فرافکنی کردن. وقتی که فشار زیاد میشه میگه که من حتی نزدیک خونش هم نبودم، در حالی که قبلش گفته که من توی ایوون خونش هم بودم. انگار که داره گناه خودش رو یه جورایی سرکوب میکنه و نمیخواد واقعیت رو قبول بکنه. چهارمین مورد هم همین سرکوبیه که بهش اشاره کردم. وقتی که کارآگاه درباره فیلم پورن ازش میپرسن خیلی راحت صحبت میکنه، انگار این بخش از زندگیشو کاملا پذیرفته، در حالی که در مقابل خیلی چیزا گارد داره. مجموع این مکانیزم ها مثل یک دیوار دفاعی جسی رو در این اتاق بازجویی سر پا نگه میدارن. اما وقتی که کارآگاه میاد و عکس های قربانی رو نشونش میده، اون وقت دیوار مقاومت جسی در نهایت فرو میریزه. چشماش به زمین خیره میشه، تنش رو سفت‌تر میکنه و انگار داره با یک هیولای درونی میجنگه. چیزی وجود نداره که دیگه بخواد انکارش بکنه. این لحظه همون شوک شناختی هستش که درباره‌اش صحبت کردیم. انگیزه جسی توی این پرونده خیلی پیچیده است. از نظر جرم شناسی رفتارش میتونه نتیجه امیال جنسی سرکوب شده باشه، کمبود کنترل، کمبود محبت، یا همون نکاتی که اون سوالاتی که اول ویدیو پرسیدیم، دیدن رابطه والدین، تمایل داشتن به یک رابطه جنسی و چیزهای شبیه به این. جسی اعتراف میکنه که روی آیپد قربانی، یعنی روی آیپد اون پیرزن، فیلم‌های پورنوگرافی دیده و بعد اون رو به اتاقش برده، پیرزن رو برده روی تخت خود همون پیرزن و در یک لحظه کنترلش رو از دست داده. اما چرا یک زن 91 ساله؟ شاید به خاطر دسترسی راحت و اینکه قربانی کسی بوده که جسی به هر حال میشناختش، بهش اعتماد داشته و خونش جای امنی بوده برای جسی، نزدیک بوده، توی محل خودش بوده و راحت میتونسته دسترسی داشته باشه. از نظر روانکاوی این میتونه نشونه یک دلبستگی ناسالم باشه. شاید یه نیاز به حس قدرت یا کنترل توی یک پسر نوجوانی که زندگیش پر از ضعف و چالش هست. زندگی جسی با مادر بزرگش نشون میده احتمالاً والدینش غایب هستن، رابطه خوبی نداشتن. خیلی از نوجوانها شاهد رابطه جنسی والدینشون هستن و جسی هم میتونه یکی از همین موارد باشه. این میتونه حس طرد شدگی رو در بچه تقویت بکنه. وقتی که کارآگاه ازش میپرسه که برات مهم بود که این اتفاق بیفته برای این پیرزن یا نه، میگه که من نمیخواستم به کسی صدمه بزنم. این جمله یه نشونه از احساس گناهه، اما همزمان برای حفظ اون تصویر پسر خوب داره تلاش میکنه. شرم داره، حس شرمندگی داره، اما نمیخواد که خودش رو هم قربانی بکنه. مادر بزرگ جسی هم در این موقعیت نقش تعیین کننده ای داره. بارها سوالاتی رو مطرح میکنه، تک کلماتی رو میگه که روی روند بازجویی خیلی تأثیر داره. مادر بزرگش با لحن پر از عذاب میگه که اگه این اتفاق برای خواهر خودت اتفاق میافتاد چه کار میکردی؟ این یه ضربه احساسی سنگین برای جسی هستش. بالاخره جسی مقاومتش میشکنه و میگه که به قربانی تعرض کرده. حالا احتمالاً باید منتظر این باشه که به سالها زندان محکوم بشه. اما این اتاق بازجویی به غیر از همه نکاتی که درباره‌اش صحبت کردیم یک سری چیزهای دیگه هم به ما میگفت. جسی یه پسر جوونه که توی یه لحظه کنترلش رو از دست میده. یک جنایت وحشتناک رو مرتکب شده، ولی همچنان یک تضاد اینجا باقی میمونه. جسی نیاز به تایید داره، میترسه از طرد شدن، احساس استقلال میکنه و زیر یک سایه بزرگ زندگی کرده. منتها سوال مهم برای ما اینه: آیا جسی یه هیولاست یا فقط یه بچه است که توی یه لحظه
کنترل خودش رو از دست داده. باید مجازاتش بکنن یا باید مجازات خیلی کمی براش در نظر بگیرن.